به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. ایرانیان عزیز سلام، وقت شما به خیر و شادی باشه. به برنامه خودتون دریچه خوش اومدید. موضوع این برنامه ما تأثیر ابزارآلات استاندارد در پیشرفت تولیده. این رویدادی که الان شما ملاحظه می‌کنید اولین نمایشگاه تخصصی ابزارآلات صنعتی و ساختمانیه. همونطور که مستحضر هستین معمولاً هر نمایشگاهی بر اساس برنامه و تمی برگزار میشه. خب استان احسان علاوه بر توانمندی توی تولید ابزارآلات مختلف داره، نیازمندی‌های مختلفی هم توی این زمینه داره که برنامه شدیم که این نمایشگاه رو برگزار بکنیم. این نمایشگاه از 27 دی ماه تا 30 دی ماه جهت بازدید کنندگان برگزار میشه از ساعت 15 تا ساعت 21. ما بیش از 4 استان میزبانشون هستیم و از 60 تولید کننده، توزیع کننده و شرکت‌های خدماتی دعوت کردیم که در این نمایشگاه حضور داشته باشن. فضایی که به این نمایشگاه اختصاص پیدا کرده بالای 6000 متره. توی غرفه‌های مختلف که شما تشریف میبرین و بازدید میکنید خیلی از دستگاه‌ها در حال تست، در حال آموزش، ما رونمایی از محصولات جدیدی داریم توی این نمایشگاه. اینا تمامش منجر شده که این نمایشگاه یک دقیقاً بحث کارگاهی و بحث آموزشی و اینا داشته باشه که برای مخاطب جذاب و مورد علاقه است. واقعا چرا بعضی از تولید کنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان در نمایشگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند؟ خب بخش عظیمش میتونه بحث منبع درآمدی باشه و شغلی که ایجاد کردن. بحث دیگه این است که خب میخوان خودش رو نشون بدن. نمایشگاه ویترین عرضه و نمایش کالاها هستش. قاعدتا در نمایشگاه ها باید حضور پیدا بکنن، نوع کالای خودشون رو به مصرف کنندگان عرضه بکنن و به نمایش بگذارن. طبیعتا بعضی از شرکت ها بعد از یه مدتی کار کرد برای اینکه ابزارشون توی سطح حالا هر محیط استانی دیده بشه نیاز به اینکه توی یک نمایشگاه شرکت کنه و ما عرضه کنه و اون کسانی که آشناییت ندارن با این محصولات اینو بیان از جلو نگاه کنن و با این محصولات بشن. نمایشگاه تخصصی چند تا حسن برای ما داره. نمایشگاه بین‌المللی کلا و نمایشگاه تخصصی میتونه زمینه مساعدتی باشه برای نمایش دادن محصولات جدید و به اصطلاح به عرضه گذاشتن محصولات جدید. هر تولید کننده یا صاحب کالایش رو باید یه جا عرضه بکنه. مصرف کننده باید با اون آشنا بشه. چه جایی بهتر از نمایشگاه؟ یکی از بزرگترین علتاش اینه که جنس محصول اون تولید کننده بتونه توی نمایشگاه معرف بشه و به فروش برسه. اعتبار سنجی که میتونه اون تولید کننده توی نمایشگاه به دست بیاره. نقشی که داره یک پل ارتباطی بین بازار و مصرف کننده و تولید کننده. یعنی ما عملا اگر سفر اصلی یک این صنعت نگاه بکنیم مشارکت کنندگان هستن که همون تولید کنندگان یا توزیع کنندگان هستن. یک نقشش در واقع خود نمایشگاه و نمایشگاه است که برگزار میشه و ضلع خیلی مهمش بازدید کنندگان هستن. حسن نمایشگاه این هست که تجمیع کالاهایی که هر غرفه داری و هر مشارکت کننده میاره حق انتخاب بهتری رو به مصرف کننده میده. نمایشگاه‌ها در ایران نشان دهنده رشد و پیشرفت هر صنعتی هستند. واقعا ابزارآلات تخصصی یعنی چی؟ قاعدتاً تمامی فعالیت‌های اقتصادی
یکی از پایه‌اش بحث ابزارآلات هستش. به طور کلی ابزار تخصصی یعنی ابزاری که تخصصاً برای یک کار طراحی شده. طبیعتاً به ابزارا میگه ابزارهای تخصصی. حالا مجموعاً مثال میزنم ابزارهایی که مخصوص نجاری طراحی شده. یه سری کارهایی هست که خب روزمره مردم باش کار میکنن، اونا میشن ابزارهای عمومی، ابزارهای دست. ولی ابزارهای تخصصی اونایی هستن که شرکت‌های عظیم، تولید کنندگان محترم که باش کار میکنن باید اون استانداردهای خاص خودش رو داشته باشه. ما چند شاخه ابزار داریم: ابزارآلات ساختمانی، ابزارآلات برقی، ابزارآلات مکانیکی، ابزارآلات نیمه مکانیکی و تخصصی بودن این یعنی اون سن دارن استفاده میکنن صنف متخصصی هستن. اگه ابزارآلات تخصصی در کار نباشه معمولا کیفیت و سرعت کار به شدت کاهش پیدا میکنه. این هم میتونه منجر به یه سری مواردی بشه، مثلا کاهش دقت و کیفیت در کار، افزایش زمان انجام کار، افزایش هزینه ها و ایجاد فشار جسمی و روحی بر کارکنان. هر حرفه‌ای یه راه حل میخواد. زمان قدیم همه فروشنده بودن، الان تولید کننده و بازرگان ارائه کننده راه حله. پس ما اگر تخصصی رو داشته باشیم میایم اون رو برآورد میکنیم، بهترین ابزار که پاسخگوی اون نیاز هست رو مصرف کننده ارائه میدیم. اینجا ابزار تخصصی بحثش باز میشه. ابزار تخصصی خب قاعدتاً میشه گفت یک دنیاییه برای خودش که هر کدوم مختص یک هستش. تأثیر ابزارآلات استاندارد در پیشرفت تولید چی میتونه باشه؟ خب تعریف خود استاندارد رو ما اگر داشته باشیم، من فکر کنم جواب سوال شما رو در هر نوع کالایی میتونیم داشته باشیم. استاندارد یعنی از لحاظ کیفی یکی از بهترین ها، یعنی در حقیقت تحت استاندارد بودن یک کالا یعنی خیلی از مسائل ایمنی رو، خیلی از مسائل کیفی رو تونسته اون کالا پاس بکنه و در حقیقت بتونه جوابگو باشه. هر کسی که در هر کالایی میخواد بخره، بحث اولش اینه که میخواد از استاندارد بودن اون جنس مطمئن بشه. به خصوص در بحث ابزار که خب بحث ایمنی داره، بحث کاره و مردم با جانشون سر کله میزنن، بایستی یه کالایی که میخرن 100% استاندارد باشه. خب زمانی که ما یک ابزار استانداردی رو در کارگاه خودمون داشته باشیم، از لحاظ طول عمرش، از لحاظ کیفیت کالا و حتی نوع کالایی که ما تولید میکنیم، اون ابزار استاندارد میتونه در کیفیت کالای تولید شده هم بسیار بسیار موثر باشه. ابزارات استاندارد خیلی تو کارایی و کیفیت تاثیر داره. شما میدید مثلا یه پروژه‌ای که داره اجرا میشه، یه پروژه ساختمانی یا پروژه صنعتی، کارگر یا استکاری که داره با یه ابزاری کار میکنه، اگه ابزارش دچار آسیب بشه، خراب بشه، احتمالاً هم کار پروژه میخوابه، هم که نیاز هست که این بنده خدا از کار روزانش بزنه ببره اینو مثلا درست بکنه اون شرکت یا نکنه. به قول معروف یک روز از کارش میفته و اون پروژه‌ای که دستش هستم دچار آسیب میشه. کلا کلمه استاندارد برگرفته از کوالیتی یا کیفیت دیگه. شما زمانی که ابزار استاندارد بخوای استفاده کنی، یعنی یه محصول با کیفیت رو داری استفاده میکنی، یعنی عمر مفید محصولت میره بالاتر، یعنی رضایت اند یوزر نهایی، مصرف کننده نهایی میره بالاتر و میتونه تو در خروجی خیلی خوبی مصرف کننده بده. اون چیزی که میتونه سلامت کار مصرف کننده رو تضمین بکنه کالای استاندارده. تو شرایط اقتصادی اعتقاد خودم اینه هر چی کالا با کیفیت تر، طول عمر بالاتر، شرایط به نفع مصرف کننده. تمام تلاش من و همکارانم اینه که برای بازی کنندگان و مشارکت کنندگان بهترین شرایط به وجود بیاد. یک از دغدغه‌های بازی کنندگانمون سرویس‌های حمل و نقل بوده. با کمکی از سازمان‌های مختلف گرفتیم، نهایتاً تونستیم حمل و نقل رایگان از میدان بزرگمهر به سمت نمایشگاه فراهم بکنیم. من از مردم و صنعتگران عزیز دعوت میکنم که از این نمایشگاه دیدن فرمایند. این نمایشگاه از ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 9 شب برقرار هستش.
خیلی ممنون و متشکرم که نگاه‌های مهربونتون رو به برنامه دریچه از نمایشگاه بین‌المللی اصفهان دادید. تا رویدادی دیگر، یا علی مدد، خدا نگهدار.